دست رفته تا این لحظه و این ساعت 6589 مورد فوت و مرگ و میر قطعی و مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت و گزارش شده. خدمت عزیزان عرض کنم وضعیت همه استانها به نوعی روند نزولی و کاهش تدریجی موارد ابتلای جدید به خصوص در موارد بستری و بیمارستانی رو متذکر می شود، الا استان خوزستان که به نظر میاد همچنان وضعیت نامطلوب و البته نگران کننده ای داره. موارد بستری عموما متوجه شاید استان خوزستان باشه با توجه به روند روزهای گذشته و امیدواریم با رعایت نکات بهداشت فردی در سراسر کشور این روند ادامه پیدا کنه و در استان خوزستان هم با جدیت، دقت و همت که مردم عزیزمون در کنار همکاران ما در نظام سلامت خواهند داشت، ما روند کاهشی این استان رو هم در روزهای آینده شاهد باشیم. درود بر شما از همه شما.